زندگی بسیار کوتاهه. وجود شما موقتیه. برای همیشه دوام نخواهید داشت. آیا آماده اید با ناشناخته ها روبرو بشید؟ آماده این که موفق بشین؟ آیا آماده این که به جلو حرکت کنید؟ چقدر حاضرید از خودتون مایه بذارید؟ آیا آماده اید براش بجنگید؟ حقیقت اینه که شما بارها و بارها شکسته خواهید شد، اما هرگز جرئت نکنید خودتون رو رها کنید. امروز کاری با زندگیتون انجام بدید. منتظر نمونید. فقط برید، ساکت نشینید، فقط حرکت کنید. من درد دارم اما باید به حرکت ادامه بدم. اشکالی نداره. همه ما میترسیم. همه ما زمین میخوریم، اما میدونیم که باید بلند شیم. چون موندن در پایین کار رو انجام نمیده. از صادق بودن نترسید، از راستگو بودن نترسید، از متفاوت بودن نترسید. ما منحصر به فردیم. ما خاصیم. ما همه برای عظمت مقدر شدیم. پس اکنون باید کار رو انجام بدید. باید فداکاری‌های لازم رو انجام بدید. خانم‌ها و آقایون، وقت اون رسیده که منتظر نمونید و شروع به کار کنید. شما حق ندارید تسلیم بشید. شما حق ندارید دست بکشید. به زندگیتون ادامه بدید. میخوام که به بالا نگاه کنید. پایین رو نگاه نکنید. زندگی بسیار کوتاهه. وقتی زمانش برسه چه چیزی برای به جا گذاشتن خواهید داشت؟ چه میراثی به جا خواهید گذاشت که دیگران رو به یاد بزرگیتون، از دست دادن‌هاتون، پیروزی‌هاتون، غم‌هاتون بندازه. این زندگی کوتاهیه که همه ما داریم و زندگی کردن اون هر روز آسون نیست. اما تضمین میکنم هیچ کس در جهان نمیتونه شبیه شما باشه. هنوز زندگی در اون بدن رو دارین. قلبتون هنوز میتپه، ذهنتون هنوز کار میکنه. پس هنوز باید کاری انجام بدین تا کسی باشین که میتونن به اون احترام بذارن، کسی باشین که میتونن به اون نگاه کنن. امروز باید یاد بگیرین زندگی که دارین رو جشن بگیرین. امروز باید به جلو برین و به گذشته نگاه نکنین. بلند شین و قوی باشین. به خودتون اجازه تسلیم شدن ندید. اجازه شکست خوردن ندید. به توانایی‌های خودتون اعتماد کنید. دوباره با قاطعیت میگم، به توانایی‌های خودتون اعتماد کنید. زندگی که به شما داده شده رو زندگی کنید. امروز تنها چیزیه که دارین. به دنبال چیز دیگه‌ای جز امروز نباشین. ثانیه، دقیقه، ساعت، روز رو بسازین و فردا رو رها کنید. زمان حرکت هر روز برای زندگی که به شما داده شده بجنگین تا وقتی که دیگه چیزی برای جنگیدن باقی نمونده باشه. زندگیتون رو به بهترین نحوی که میدونین زندگی کنین. به خودتون ایمان داشته باشین. با هدف و اراده و قدرت حمله کنین. آیا درد خواهین داشت؟ شاید. آیا زندگی شما رو به چالش خواهد کشید؟ بله. اگه چالشی دارید اون رو بپذیرید. از اون چالش عبور کنید. گاهی اوقات سخته که به مسیر برگردیم، اما غیر ممکن نیست. مسیر سختری پیش روی شماست. چرا در این مسیر هستیم؟ باید به این نتیجه برسیم که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مونده. مهم نیست که در این لحظه با چه چیزی روبرو هستیم. این فقط یه چیز موقتیه. الان تردید نکنید، عقب نشینی نکنید، ذهن خودتون رو متمرکز نگه دارید. زندگی کوتاهه، در واقع ممکنه شما رو بترسونه، اما نمیتونین ازش پنهان بشین. من درد دارم اما باید به حرکت ادامه بدم. کمی ناراحتم اما باید به حرکت ادامه بدم. حس انجامش رو ندارم اما باید به حرکت ادامه بدم. گاهی اوقات سخته که بهبود پیدا کنید، اما نمیتونید متوقف بشید. نمیتونید از زندگی کردن متوقف بشید. نمیتونید از رشد کردن متوقف بشید. نمیتونید از جنگیدن متوقف بشید. در طول روزهای زندگیتون با مشکلات روبرو بودین. از شرایط بسیاری عبور کردین که بسیاری از مردم هرگز درک نخواهند کرد. اما شما موفق شدین. به جلو فشار آوردین. تسلیم نشید. دیر یا زود همه ما به سمت زمان میریم. پس ادامه بدید و تسلیم نشید. بهترین تلاشتون رو بکنید تا نگرش درستی داشته باشین، تا وجودتون مهم باشه. در حال حاضر در دستای شماست، نه کس دیگه‌ای. فقط شما. پس قوی بمونین. بازدهی داشته باشین. هرگز تسلیم نشید. نشانتون رو به جا بزنین و کار خودتون رو انجام بدین. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.